قدم اول مهمه، خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در TMTV. خانم ها آقایان، سلامی گرم و درودی پایان بر تک تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید، مخصوصا عزیزانی که این برنامه رو از ایران میبینند. امروز برنامه های کلاس های مهاجرتی رو در مورد مهاجرت به ایالات متحده رو دنبال خواهیم کرد و ادامه میدیم و امروز رو در مورد کسانی که کارمند هستند و از طریق کار میخوان وارد ایالات متحده بشن صحبت خواهیم کرد. بذارین همونطوری که هر هفته در مورد این مسئله صحبت هر روز تقریبا میشه در مورد این مسئله صحبت میکنیم در مورد کلاس‌های مهاجرتی، اول در مورد ویزا و گرین کارت یه 2 دقیقه صحبت کنیم. ویزا برای کسانی هستش که غیر مهاجرتی هستش، برای مدت زمان کوتاهی به خاطر انجام دادن کاری وارد ایالات متحده میشن. مثلا برای ویزای توریستی شخص به خاطر توریست بودن وارد آمریکا میشه. برای ویزای کار شخص برای انجام کاری برای کارفرما وارد آمریکا میشه. ویزای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری کردن وارد میشه، ولی برای مدت زمان کوتاهی هستش و مدت زمان کوتاه ممکنه که 6 ماه باشه، 1 سال باشه، 3 سال باشه، بستگی به ویزا و نوع ویزا هستش. این میشه ویزاهای غیر مهاجرتی. گرین کارت یا همون اقامت هستش که تو آمریکا مرسوم هستش که بهش میگن گرین کارت، برای اشخاصی هستش که برای مدت زمان زیادی میتونن که در آمریکا بمونند و اون زمان انتها نداره، یعنی که میتونن همیشه در آمریکا بمونن تا زمانی که مسائل قانونی رو انجام داده باشن، خلاف بزرگ جنایی نکرده باشن و به قوانین دولت ایالات متحده احترام بذارن. پس اول ما امروز در مورد کار که صحبت میکنیم در مورد ویزای کار و برای نوعی که ویزای غیر مهاجرتی کار صحبت خواهیم کرد. خیلی‌ها که این برنامه رو ممکنه که نگاه بکنن در مورد ویزای H1 میدونن. ویزای H1 ویزای H1 هستش و ویزای H1 چیزی هستش که خیلی مرسوم بودش که خیلی از ایرانی ها، من یادمه که در سال 2000 تا 2003 وارد آمریکا شدن از طریق ویزای H1. ولی بذارید ببینیم مثلا ویزای H1 چیه. ویزای H1 و بذارید 1 ثانیه من در مورد H، چرا اسم اینا رو میذارن H، E، B، اینا یعنی چی؟ ویزاها رو طوری که درست کردن و طوری که اسم روش میذارن بر حسب پاراگراف قانون هستش. خیلی راحته. پاراگراف قانون این که در مورد ویزای کار صحبت میکنه با H شروع میشه، پاراگراف H هستش و زیر پاراگرافی که در مورد کارمندی که از خارج از آمریکا بیاد 1 هست، برای همینش میگن H1، ویزای H1. خیلی راحته. ویزای H1 برای کی هستش و کی میتونه وارد شرایط باشه؟ 1 برای کسانی هستش اینکه به خاطر انجام دادن یک کار مخصوص وارد آمریکا میشن و طوری که ایالات متحده کار مخصوص رو توضیح داده، برای کسانی هستش که حداقل لیسانس دارن در یک رشته‌ای، یا اگر که لیسانس ندارن برای هر 1 سال اینکه از 4 سال لیسانس کم دارن 3 سال سابقه کار دارن. یعنی چی؟ لیسانس قاعدتاً در تمام دنیا 4 سال هستش. 4 سال شما بعد از دبیرستان تشریف به این دانشگاه و لیسانستون رو میگیرین در یک رشته. اگر ما فرض کنیم شما 3 سال دانشگاه در آن رشته رفتین و 1 سال آخر رو نرفتین، ولی به جای آن 1 سال آخر 3 سال کار کردین در آن رشته، اون 3 سال کارتون رو میشه به عنوان 1 سالی که شما کم داشتین برای گرفتن لیسانس استفاده کرد. خب مثلا حساب کنیم برای رشته هنر یه نفر رشته هنر در دانشگاه میخونه، 2 سال میره فوق دیپلمش رو میگیره، 2 سال آینده رو نمیره بخونه، میادش بیرون تو بازار کار میفته در رشته هنر. 6 سال اگر که در آن رشته کار کند
برابر با 2 سال آخر که بخوان که به جای 2 سال آخر دانشگاهشون استفاده کنن و میشه 4 سال لیسانس. اینا رو شما نگاه کنید، این از نظر کسایی هستش که باید واجد شرایط بشن، از نظر تحصیلی یا کار رو به جای تحصیل گذاشتن. مدارک رو از شما میگیریم، ما میفرستیمش به جاهایی هستن اینجا که مدارک شما و تحصیل شما در کشورتون رو با میزان کارتون رو برابر میکنن با لیسانس یا رشته های تحصیلی در ایالات متحده. جاهایی هستن که این کار انجام میدن، ازتون $500 $800 $1000 میگیرن، این کار انجام میدن. این قسمت یکه. حالا بگیم که شما بر حسب قوانین دولت ایالات متحده و بر حسب استاندارد آمریکا شما لیسانس دارین در یک رشته. خب قضیه بعدی چیه؟ قضیه بعدی اینه که شما باید یک تونه کارفرما در ایالات متحده پیدا بکنید که بخواد شما رو به عنوان کارمند استخدام بکنه. خیلی جالبه. خیال نکنید که پیدا کردن کارفرما ساده هستش، یا خیال نکنید که هر کسی اینجا نشسته که بخواد که شما رو کارفرما به عنوان کارفرما اقدام بکنه. خیلی از کسانی که در سال 2000 تا 2003 وارد آمریکا شدن، ایرانیایی که وارد آمریکا شدن طبق ویزای H1، به فامیلشون زنگ زدن، به دوستشون زنگ زدن، گفتن میتونی برای ما کاری پیدا بکنی یا نه. حالا ما فرض کنیم که شما کارفرما هم پیدا کردین. حالا کارفرما باید واجد شرایط باشه. کارفرما باید نشون بده که میتونه که حقوقی که به شما میده بر حسب حقوق آن شهر، آن منطقه، آن ایالت باشه که به یک کارمند دیگه مثل شما میتونه بده. مثلا شما مهندس هستین، میخواین بیاین اینجا برای یک شرکت مهندسی کار کنید. حال آن شرکت باید نشان بدهد که میتواند اینکه حقوق شما رو بر حسب استاندارد آن شهر، آن محل به شما بدهد. مثلا اگر که حساب کنیم که یه دونه مهندس در آمریکا $50,000 سالی در میاره، باید کارفرما باید نشون بده که توانایی پرداخت کردن $50,000 به شما داره در سال. چگونه این کار میتونه نشون بده؟ بر حسب مالیات‌های سالانه که با دولت ثبت میکنه، بر حسب مدارک مالیشون، بر حسب حقوقی که به دیگران میدهند در شرکتشون، اینا رو باید نشون بده. پس خود کارمند یک شرایطی باید داشته باشه و بعد هم کارفرما باید یک شرایطی داشته باشه. ما کارمند شما حساب کنید، گفتیم که بر حسب استاندارد لیسانس آمریکا باید داشته باشن. 1 2 کارمند مشکلات جنایی در کشور خودش نداشته باشه. 3 باید توانایی نداشته باشه که در اون رشته بتونه کار کنه. این برای نگاه کنیم. کارفرما باید که نشان بدهد که میتواند که به شما حقوق رو بده و تواناییشو داره. و 2 مدارک مالیش و خود کارفرما باید بتونه که جوابگوی این باشه و کار نباید سوری باشد. دوستان دقت کنید. کار سوری به هیچ عنوان انجام ندید. یه جا پاشو میخورید. اگر کارفرمای آمریکایی، شرکت آمریکایی بیادش که برای شما اقدام بکنه که مثلا من میخوام این شخص رو به عنوان کارفرما بیارم ایالات متحده و بعد شما وارد بشید و بعد برای آن کارفرما کار نکنید، بهش میگن کار سوری. و دولت آمریکا در حقیقت اجازه داره که در زمانی که شما بعد از 30 روز برای آن برای آن کارفرما کار نکنید، شما را از کشور اخراج کنه. خب حالا بیشتر توضیح میدیم. پس شرایط کارمند رو فهمیدیم، ما شرایط کارفرما رو فهمیدیم. حالا باید این دو تا به هم وصل بشن. کارفرما رو وکیل برای شما پیدا نمیکنه. خود شما از طریق اشخاصی که ممکنه که در فامیل باشن، آشنا باشن، از طریق برنامه‌های اینترنتی که الان هستش، میتونید که رزومتون که همون سابقه کاریتون هستش رو روی یک ورقه قشنگ بنویسید. کسانی که در کشور حوزه خلیج فارس این برنامه رو نگاه میکنن، توی حوزه خلیج فارس بهش میگن CV، در آمریکا بهش میگن رزومه، تو ایران بهش میگن سابقه کاریتون رو مینویسید، خیلی قشنگ میفرستید برای کارفرماهای مختلف. این کارفرما در هر جای آمریکا میتونه باشه. از طریق اینترنت هم خیلی جاهایی هستن که این کارو برای شما انجام میدن، ازتون $200 $300 میگیرن، سعی میکنن که براتون کارفرما پیدا کنن. ولی کن در رزومتون بنویسین که کارفرمای عزیز، من احتیاج دارم که ویزای H1 بگیرم. خیلی از کارفرماها الان تو آمریکا اصلا نمیخوان کسانی رو که ویزای H1 بگیرن برای اینکه دردسرش ممکنه بیشتر باشه، زیر سوال دولت میان، زیر ذره‌بین دولت میان، رو حساب نمیخوان اصلا وارد این کار بشن. ولی شما روز اول بگید، نه وقت خودتون رو تلف کنید نه وقت دیگران رو.
پس در مورد کارمند متوجه شدیم، در مورد کارفرما متوجه شدیم. بعد از اینکه کارمند و کارفرما از هم دیگه مسائل روابط خودشون رو حل کردن که مثلا من میخوام شما رو استخدام کنم با اینقدر حقوق، مدارک آماده میشه، به وکیلتون فرستاده میشه. وکیل شما مدارک رو میگیره، اول از وزارت کار اجازه میگیره که میگه آقای وزارت کار، اگر که یک دونه مهندسی بخواد بیادش آمریکا در این شهر کار بکنه چقدر حقوقش هستش. اطلاعات رو میگیره، ارائه میده به کارفرما. کارفرما میگه که مشکل نیستش، من این حقوق رو انجام میدم، من این حقوق رو میپردازم به این کارمند و از اون طریق مدارک وزارت کار آماده میشه. حال برنامه مهاجرتی هستش. مدارک تحصیلی شما، مدارک کاری شما رو به وکیلتون ارائه میدید. کارفرما مدارک مالیاتیشون و در مورد شرکت و سابقه کاریشون، اسم کارمنداشون و خیلی مدارک دیگه هستش که کارفرما باید ارائه میده به وکیلتون. اجازه وزارت کار رو دارن و بعد پرونده رو آماده میکنن که ارائه داده بشه به اداره مهاجرت. حال اداره مهاجرت روی پرونده اگر که وکیل شما و خود کارفرما قبول بکنه که $1000 بیشتر بده به اداره مهاجرت، پرونده در عرض 15 روز روش تصمیم گرفته میشه، 15 روز. اگر که نه، میتونن که پرونده ادامه پیدا میکنه که زمان کاری خودش رو خواهد داشت و یه چیزی در حدود 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه ممکنه که طول بکشه. از اداره مهاجرت که پرونده میادش بیرون، پرونده حالا حاضر هستش که به کنسولگری آمریکا ارائه داده بشه و شما بتونید که اونجا برای یک دونه قرار ملاقات به کنسولگری آمریکا رجوع کنید. کنسول آمریکا حق دارد، دوستان دقت کنید، کنسول آمریکا حق دارد که نظر وزارت امنیت که همون اداره مهاجرت هستش رو رد کنه. یعنی شما اگر که اداره مهاجرت حرفش بگه که بله کارمند رو دوست دارم، کارفرما رو دوست دارم، اینا همش درسته، این شخص میتونه که ویزای H1 بگیره، تشریف بیاره آمریکا، برای مدت 3 سال کار بکنه. کنسول آمریکا در کنسولگری حق دارد که نظر و قبولی اداره مهاجرت رو رد کنه. چرا من اینو بهتون میگم؟ که حقایق رو بدونید. نه اینکه شما وقتی که ویزای H1 تون از وزارت امنیت یا اداره مهاجرت اومدش بیرون، شروع کنید زندگیتون تو ایران بفروشید، اصلا همه چی رو تمومش کنید، خونه رو بفروشین و با بچه‌ها رو از مرسه بیارین بیرون، همسرتون رو دستشو بگیرین از کار بیارین بیرون، بگین دیگه میریم آمریکا. نه، تا زمانی که آن ویزا تو پاسپورتتون نخورده این کارو انجام ندید. و بعد به غیر از اون هم اگر که شما یادتون نره شما دارین به عنوان کسی وارد آمریکا میشین که ویزای غیر مهاجرتی داره، شما برای مدت زمان مشخصی وارد آمریکا میشین و قاعدتاً ویزاهایی که به شما میدن برای ویزای H1 3 ساله هستش و شما حق دارید که برای 3 سال دیگر آن ویزا را تمدید کنید. خب برمیگردیم. پس شما وارد آمریکا شدید، رفتین کنسولگری آمریکا، بگیم که به شما ویزای H1 رو دادن تو پاسپورتتون، گفتن خدمت شما تشریف بیارین آمریکا. در اون موقع شما وارد فرودگاه آمریکا میشین، شامل شما ویزای H1 شامل کارمند، همسر کارمند و فرزندان زیر 21 سال خواهد بود. فرزندان مجرد زیر 21 سال خواهد بودش. درست؟ شما وارد آمریکا شدید. برای 3 سال قاعدتاً به شما اجازه کار میدن. در این 3 سال یادتون نره کسانی که پاسپورت ایرانی دارن طبق قوانین الان فقط 1 بار اجازه ورود به آمریکا رو دارن. اگر در آن 3 سال بخوان دوباره برگردن کشور خودشون، عروسی پسر خالمه، پسر عمه پسر خالم مادرش فوت کرده باید برگردم ایران، از این حرفا باشه، 1 بار برگردین ایران یا از کشور خارج بشین، از ایالات متحده خارج بشید، حتی مکزیک یا کانادا برید، باید دوباره شما برین کنسولگری آمریکا و دوباره 1 ویزای دیگه تو پاسپورتتون بزنن برای ورود مجدد. و ایرانی ها به غیر از ویزای توری، به غیر از ویزای دانشجویی حق ندارند که ویزای مولتیپل بگیرند. قوانین ایالات متحده اجازه نمیدهد که ایرانی ها ویزای مولتیپل یعنی ویزای چندین بار رفت و برگشت داشته باشن، فقط 1 بار اجازه ورود دارن. از کشور خارج شدین شما،
باید دوباره همه مدارک رو بگیرید، دوباره برین کنسولگری آمریکا، نشون بدین که شما کارمند هستید، وارد آمریکا شدید و از طریق ویزای H1 وارد آمریکا شده اید و برای آن کارفرما کار کرده اید و بر حسب اون مدارک دوباره کنسول روز از نو روزی از نو میتونه که بگه آره میذارم بری، نه نمیذارم بری. روی این حساب دقت کنید. حرفی که من به همه کسانی که با ویزا هستن تو آمریکا میزنم برای ویزای کار، وارد آمریکا شدید سعی کنید بمونید. ما پرونده دیده ایم که شخص وارد آمریکا از طریق ویزای H1 شده، بعد از 1 سال رفته به کشورش، دوباره میخواسته برگرده، کنسولگری گفته نمیذارم بری، حالا میخوام یکم تحقیق کنیم. آقا باید برم اونجا، زنم بچه‌ام اونجا، نمیذارم بری، فعلا اینجا باش ببینیم که چی میشه انشالله. نکنید. شما از تجربه هایی که ماها داریم، وکلای دیگه دارن، استفاده بکنید و یاد بگیرید که چه کارهایی نباید بکنید که خدای نکرده برای شما و خانواده‌تون خوب نباشه. و روی این حساب بگیم که این شخص اومدش آمریکا، کارمند اومدش آمریکا از طریق کارفرما و اینجا موندش 3 سال ویزا ادامه داره. 3 سال. 3 سال اگر که این ویزا داره کارشو انجام میده، شما هم تو آمریکا هستید. ولی باز هم ویزاست. درست؟ ویزاست. 2 تا 3 سال اجازه موندن دارید. ولی بعدش چی؟ برای همین هست که اکثر کسانی که کارفرمای ویزای H دارن، خود کارفرمای براشون اقدام گرین کارت هم میکنه وقتی شخص اومد آمریکا. درست؟ اومد آمریکا. حالا قوانین گرین کارت گرین کارت گرفتن از طریق شغل فرق داره. در این مثالی که خدمتتون گفتم، وزارت کار فقط اعلام میکنه برای ویزای H، اعلام میکنه که آقای کارفرما شما باید اینقدر حقوق بدین به این شخص. همین. برای گرفتن گرین کارت وزارت کار میگوید آقای کارفرما به من ثابت بکن که شخصی مثل این کارمند شما در ایالات متحده، در آن استان، در آن شهر، در آن منطقه وجود نداره که بتونه کارشون رو انجام بده. خب شما کارفرما در آن زمان باید یه دونه تبلیغ در روزنامه یک شنبه که اینجا روزنامه پورتیراش هستش باید بذاره، باید که روی اینترنت تبلیغ بکنه، بگه که ایها الناس من احتیاج به کارمندی دارم که این چیزا رو داشته باشه. مثلا در مثالی که امروز داشتیم استفاده می‌کردیم، مهندس باشه، مهندسی باشه که این کارا رو انجام بده، توضیح میده. حالا اگر که برای آن تبلیغ روزنامه 7 تا 8 تا 10 نفر آمریکایی یا کسی که اجازه کار در آمریکا داشت، یعنی گرین کارتیا، اقدام کردند، آن کارفرما باید توضیح بدهد به وزارت کار که چرا آن آمریکاییایی که الان حضور دارن و بیکار هستن نمیتونن این کار کارمند خارجی رو بکنن. ببینید خیلی سخته، خیلی سخته این کار رو انجام دادن. کارفرما روش خیلی فشار حالا خواهد بودش که چگونه فرق بذاره. نمیتونه کارفرما بگه که خب من اصلا این شخص رو دوست دارم. نه، اینطوری انجام نمیشه. قانون با دوست داشتن نمیشه. قانون میگه که ببینید من گرین کارت شغلی به اشخاصی میدم که آن کارمند رو در آمریکا من ندارم. الان بیکاری آمریکا در حدود 8%. 8% ملتی که میخوان کار بکنن و توانایی کار دارن بیکارن. روی این حساب وزارت کار بعضی وقتا خود وزارت کار برای آن کارفرما رزومه میفرسته، سابقه کاری اشخاص رو میفرسته، میگه ببین فکر کنم این کسانی که شما میخوای استخدام کنی این کارمند خارجی رو، این اشخاص واجد شرایط هستن، اینا که آمریکایی هستن، چرا اینا رو استخدام نمی‌کنی؟ کار بسیار سختی هستش. و بعد اون کارفرما زیر ذره‌بین میره که حالا باید بگه که چرا این اشخاص رو نمیخوام من استخدام کنم. بدین جهت کاری که کارفرما میکنه همیشه میشینه با یک مشاور بیزنسی یا کسی که وکیلی هستش که در مورد مشاور بیزنس میتونه، میگه که ببین ما چگونه میتونیم این کارمند خارجی رو یونیکش بکنیم، منحصرش بکنیم، کاری انجام میده که منحصر به فرد برای این باشه. بعد اشخاص میشینن با هم صحبت میکنن، به کارمند خارجی میگن که خب به ما بگو همه کارهایی که بلدی بکنی، تو چی کار میتونی بکنی که مهندس عادی نمیتونه بکنه. ببینید بعد فکر کرد در مورد این از نظر کاری. و بعد تبلیغ روزنامه رو
بر حسب این میذارن که خیلی منحصر به فرد باشه، که اگر که 100 نفر هستن که در جامعه میتونن که کار این کارمند خارجی رو انجام بدن، بیارتش به 10 نفر 15 نفر. اینا ریزکاری هستش که نمیخوام که سر شما رو درد بیارم و بیشتر میخوام که کلی صحبت کنم که ویزای کار و گرفتن گرین کار از طریق کار چقدر سخت ممکنه بعضی وقتا باشه. حالا بگیم که کارفرما هم قبول شدش، کارفرما قبول کرد که گرین کارت برای شما اقدام بکنه، وزارت کار هم گفتش که مشکل نیستش اقدام میکن، پرونده میره به اداره مهاجرت. اداره مهاجرت حال دوباره برمیگرده سراغ کارفرما، میگه آقای کارفرما احسن به شما این شخصی که میخواین که بیام براش گرین کارت آمریکا رو بگیرید و مقیمش اینجا بکنید منحصر به فرد هستش، کاری که انجام میده و اشخاصی که تو آمریکا میخوان انجام بدن. چک. 2. حالا تو آقای کارفرما بگو ببینم میتونی حقوق این شخص رو بدی؟ دوباره برگشت سر حقوق و مسائل مالی. اگر که حقوق این شخص رو میتونی من بدی، ثابت بکن و من کاری که میکنم بعد از اینکه این برنامه رو شما ثابت کردی، من میام که پرونده رو نگاه میکنم و بر حسب مالیاتی که دادی، بر حسب تعداد کارمندایی که داری، من ممکنه بگم آره یا نه. حالا اینو دقت کنید دوستان. بگیم در اون زمان هم مالیات این شرکت خوب بوده، شرکت قوی بودش امسال و مالیات ها رو نشون داد، گفت من مشکلی ندارم که من این کارمند رو احتیاج دارم. یک فرمی هست به نام فرم 140 و این فرم قبول میشه. درست؟ فرم 140 قبول شد، این شخص حالا میتونه که گرین کارت بگیره. اینو دقت کنید. در آن زمان آن کارمند میتواند گرین کارت بگیره، ولی حالا به اون کاتگوری میگن کاتگوری EB3 یا EB2. در آن زمان دولت برمیگرده میگه ببین ولی من الان برای مدت زمان در هر زمانی در هر یک سالی من میتونم که انقدر گرین کارت برای آن کاتگوری EB3 یا EB2 صادر کنم. درست؟ بر حسب اون من الان گرین کارت ندارم به این کارمندت بدم. صف چقدره؟ 6 سال. صف چقدره؟ 5 سال. اجازه بدید. آقای کاملی شما الان گفتی که من 6 سال بیشتر نمیتونم با ویزای H1 هم بمونم، درسته؟ ولی حالا تمام من پامم امروز بذارم آمریکا، فردا کارفرمام شروع کنه که اقدام کردن برای گرین کارت من، 1 سال طول میکشه که این کارهای حقوقیش انجام بشه، حتی اگرم در اون زمان قبول بشه من 6 سال 5 سال بعد وایسم. درسته؟ زمانها رو دقت میکنید شما؟ طبق قوانین کنونی کسانی که حتی اگر پرونده گرین کارتشون از طریق شغلی قبول شده باشد، الان بین 5 الی 7 سال باید وایسن تا دولت آمریکا گرین کارت بتونه بهشون بده. حالا بدیش چی میشه اینجا دقت کنید. اگر در این 5 سال 7 سال کارفرما در 1 سال درآمدش بره پایین که نتواند آن حقوق رو به شما بده و بعد برگرده بالا، پرونده شما در خطره. این های کاملی پس این چه وضعشه؟ درسته؟ اینا حقایقی که من دوستم به شما بگم. برای همین می‌بینید کلاس‌های مهاجرتی که قدم‌ها رو درست بردارید. کارفرما اگر که احساس بکنه که 5 سال 6 سال آیندهش متزلزله، باید به کارمندش امروز بگه. اگر 1 سال درآمد کارفرما بره پایین تر از آن چیزی که به کارمند باید حقوق بده، ممکنه که پرونده شما بعد از 5 سال 6 سال رد بشه. حالا شما اومدین تو آمریکا، همسرتون بچه‌ها رو همه رو آوردین اینجا، 5 سال 6 سال هم موندین، بعد بگن پرونده رده. دقت کنید. رو حساب انتخاب کارفرما و نگاه کردن مدارک مالیاتی کارفرما بسیار مهمه. به قول عامیانه بگیم خودتون رو سر کار نذارید. نه که برین سر کار هر روز بعد یه نفر دیگه شما رو سر کار گذاشته باشه بگه نگران نباش مسائل مالیاتی من خوب هستش و بعد انشالله درست میشه. نه، شما چشم به هم بزنید 5 تا 6 تا از عمرتون رفته و حتی به خاطر اینکه کارفرمای قوی نداشتین گرین کارتتون ممکنه که از بین بره. اینو دقت کنید دوستان. روی این حساب از طریق ویزای H1 میشه که وارد آمریکا شد اگه کارفرمای قوی داشته باشید.
حالا شما مجبور نیستید که با آن کارفرمایی که از طریق ویزای H1 اومدین با همون گرین کارت اقدام کنید. شما میتونید با ویزای H1 از طریق کارفرمایی وارد شید و تو آمریکا که هستین دنبال کارفرمای دیگه بگردید و بعد که دنبال کارفرماهای دیگه گشتین یه کارفرمای قوی که پیدا کردین و اگر که اون کارفرما خواستش که برای شما گرین کارت بگیره اون میتونه اقدام بکنه. 5 سال 6 سال که طول میکشه که گرین کارت شما حاضر بشه، شما هنوز کارمند کارفرمای 1 هستید، ولی که زمانی که کارفرمای 2 گرین کارت شما رو در آوردش میتونید که ویزاتون رو از روی کارفرمای 1 به کارفرمای 2 بفرستید و بعد از اون طریق گرین کارت بگیرید. میبینید چقدر نکته‌های مهمی هستش. مثلا خیلیا من میشنم که زنگ میزنن بعضی وقتا میگن که آی کاملی خیلی راحته دیگه، ما ان شاءالله بیایم اونجا یه دونه کارفرمایی بگیریم و انجام بشه. اولا پیدا کردن کارفرما بسیار مشکله، وظیفه شما هستش که کارفرما رو پیدا کنید و بعد هر گردی گردو نیست. هر کارفرمایی واجد شرایط ممکن نباشه که برای شما ویزای H1 یا گرین کارت بگیره. اینو دقت کنید. و بعد کاری هم که شما دارین انجام میدین باید جدا کاری باشه که شما بلد باشید. روزانه باید برین سر کار، جدا مثل کارمندای دیگه هستش. سوالی که کنسولگری آمریکا بعضی وقتا میکنه میگه بذار با هم یکم انگلیسی صحبت کنیم. تو فردا که وارد آمریکا شدی میخوای بری سر کار، انگلیسی چجوری میخواین که شما انجام بدین؟ تو بازار کار میخواین از روز اول بیافتین، باید انگلیسیتون خوب باشه. بدین جهت این برنامه H1 هستش و گرفتن گرین کارت از طریق کار برای کسانی که به عنوان کارمند میخوان بیان اینجا. خیلی تلفن ها هستش، خیلی ایمیل ها هستش، نظرهایی که روی تلویزیون های مختلف من میشنوم در مورد این هستش که گرفتن ویزای، ملت زنگ میزنن میگن که کار میخوایم بگیریم، ویزای کار بگیریم بریم آمریکا. ویزای کار گرفتن بسیار دشوار هستش و یادتون نره حداقل باید در مقطع لیسانس باشه شخص که بتونه که از طریق ویزای H1 بیادش. خب یک ویزای دیگه هم هستش به نام ویزای L1 و اون ویزای L1 مال اشخاصی هستش که یک کمپانی در کشور خودشون دارن و یک کمپانی میخوان در آمریکا بزنن و از اون طریق وارد آمریکا بشن. ویزای L1 گرفتن الان زیر تحریمات اقتصادی که هستش برای کسانی که کمپانی در ایران دارن بسیار دشوار هستش، بلکه برای کسانی که خارج از ایران کمپانی دارن و میخوان که شعبه کمپانیشون رو یا یک قسمتی از کمپانیشون رو بیارن به آمریکا میتونن که از طریق ویزای L1 استفاده بکنند. چون که ممکنه که به خیلی از ایرانی هایی که این برنامه رو میبینن، فارس زبان هایی که این برنامه رو میبینن، ویزای L1 نخوره. روی این حساب زیاد در مورد ویزای L1 صحبت نخواهیم کرد. ما دلیل اینکه این کلاس های مهاجرتی رو گذاشتیم و دلیل اینکه من در مورد این مسائل صحبت میکنم این هست که شما عزیزان بیدار بشید و حقایق رو بدونید و مسائل و مشکلات مهاجرت هم نگاه بکنید. به نظر من کسانی که به عنوان کارمند میخوان وارد آمریکا بشن، 1 مطمئن بشین که کارفرماتون قویه، 2 برای خودتون حساب کنید که به عرض 5 سال 6 سال آینده چه کار خواهید کرد و 3 اگر 6 سال دیگه وارد آمریکا شدید و گرین کارتتون نگرفتید آیا پل پشت سری دارید که به کشور خودتون برگردید و اونجا زندگی کنید یا خیر؟ دقت کنید، این سوالایی هستش که امروز شما باید جواب بدین، نه اینکه 2 سال 3 سال دیگه. امروز باید جوابگوی این سوالا شما باشید و یادتون نره که ویزای H1 از آپریل هر سال اداره مهاجرت پرونده ها رو میگیره و اداره مهاجرت قبول میکنه پرونده ها رو برای H1 در آپریل، در ماه آپریل تقریبا در میادش طرفای 1 آپریل میشه فکر کنم طرفای 10 اردیبهشت یا طرفای 12 اردیبهشت هر سال هستش. از اول آپریل یا 11 اردیبهشت 10 اردیبهشت اداره مهاجرت پرونده های H1 رو میگیره. وقتی طرف 70,000 تا پرونده گرفتش وای میسه. درست؟ اداره مهاجرت حق ندارد که بیش از 65,000 تا ویزای H1 در سال صدور کنه. روی این حساب باید دقت کنید شما که اگه برنامه‌تون هستش که وارد برنامه H1 بشید، از حالا که وقت ممکن داشته باشید فکر کنید. اگر که از اردیبهشت ماه گذشته فکر سال دیگه باشید، ولی کن حقایق رو بدونید.
و هر موقعی که شک و تردیدی باشه دوباره این برنامه‌ها رو نگاه بکنید که بتونید که جوابگوی سوالاتون باشه. وکیلای بسیار خوبی ما در آمریکا داریم که فارس زبان هستن و میتونن که جوابگوی شما باشن، از کالیفرنیا، جنوب کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، واشنگتن، ایالت واشنگتن دی سی، نیویورک، جاهای بسیار عالی، وکیلای بسیار عالی در جاهای مختلف آمریکا ما داریم که مطمئن هستم که در مورد H1 خوب میدونن و میتونن که جوابگوی شما عزیزان باشن. باشون صحبت بکنید، حقایق رو بدونید و بعد قدم بردارید که به اون قدمی که امروز برمی‌دارید شما بتونید که فردا و یک عمر بهش افتخار کنید. از اینکه وقتتون من دادین متشکرم. تا جلسه بعد که با هم گفتگویی داشته باشیم برای شما عزیزان شب‌ها و روزهای بسیار عالی رو آرزو می‌کنم. متشکرم. مرسی. قدم اول مهمه، خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در TM TV.